و چی بسا بدبختی هایی که در این مسئله به وجود آمده، چی بسا دخترانی که از داخل افغانستان، ایران، تاجیکستان شوهرش در اروپا بوده و با او ازدواج کرده به خاطر اروپا، همین که پایش به اروپا باز شده بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، امید که خوب و صحتمند باشید و در حفظ و پناه الله متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. دوستان گرانقدر، ازدواج یکی از مسائل بسیار مهم در اسلام است و حتی در اسلام ازدواج میثاق یا عهد و پیمان غلیظ و محکم شمرده شده. اما امروز با عرض تأسف یک بازیچه قرار گرفته و یکی از نمونه های بازیچه قرار دادن ازدواج به خاطر رفتن به اروپا و به خاطر به دست آوردن پاسپورت اروپایی یا آمریکایی یا هر جای دیگر است و این واقعا جای بس تأسفه. در گذشته طبقی که در روایت صحیح روایت میشه که امام بخاری و مسلم رحمهم الله روایت میکنن که رسول الله علیه السلام میفرمایند تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. در گذشته به خاطر این 4 مورد مهم بود که مردم ازدواج میکردن. نه اینکه در این حدیث گفته باشه شما به خاطر اینها ازدواج کنید، ولی فاظفر بذات الدین وجود داره که یعنی دیندار را متوجه باش و شخص متدین را متوجه باش و تلاش بکن که متدین و متدینه را بگیری. اما به خاطر این 4 مورد بود که مردم ازدواج میکردن، یا به خاطر مال بود، یا به خاطر نام و نشان و حسب و خانواده بود، نسب بود، یا هم به خاطر جمال و زیبایی بود. اما امروز به خاطر رفتن به اروپا است و این جای بس تأسفه. یعنی بعضی از دختران مسلمان به محض این که خواستگاری از اروپا برایشان آمد دیگه جواب رد نمیده، فقط به خاطر این که به اروپا پایش کشیده بشه و فقط به خاطر این که برود آنجا زندگی بکند. یا بعضی از دخترانی که در اروپا هستند تا به دیروز که یک نفر هم خواستگار نداشته، اما همین که پایش به اروپا رفت و پاسپورتی به دست آورد صدها خواستگار برایش پیدا میشه. نه اینکه به خاطر جمال و زیبایی و به خاطر مسائل دیگر باشه، نه، این اهداف نیست با عرض تأسف، بلکه هدف اصلی اینه که بتوانه این دختر کارش را بکنه و به عنوان شوهر اون را انتقال بده به اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری. و چی بسا بدبختی هایی که در این مسئله به وجود آمده، چی بسا دخترانی که از داخل افغانستان، ایران، تاجیکستان شوهرش در اروپا بوده و با او ازدواج کرده به خاطر اروپا، همین که پایش به اروپا باز شده از این شوهر طلاق گرفته. یکی از آمار بالا رفتن طلاق در اروپا همینه و من انشاءالله در یک برنامه مستقل پیرامون برخی از اسباب و عواملی که طلاق را به وجود میاره در اروپا صحبت میکنیم، چرا که با عرض تأسف شکایت ها زیاده. هر روز میبینیم شکایتی میرسه، شوهر زن را طلاق میده، زن تقاضای طلاق از شوهر میکنه و اصلا وضعیت اسفباری است. یکی از دلایل همینه، همین که پای دختر به اروپا رسید دیگه این شوهر رو نمیخواه. خلاص هم که پاسپورت را به دست آورد و با عنوان همسرش رفت، در اونجا به اصطلاح پناهنده شد یا پاسپورتی به گیر آورد، خلاص دیگه تمام میشه، این ازدواج تمام میشه. یا برعکسش بعضی از مردانی که در کشورهای آسیایی هستن، مثلا وقتی میخواد به اروپا بره یا به آمریکا بره یا به هر کدام از اینها از این قاره های دیگر، همین که یعنی پایش اونجا رسید این زن رو طلاق میده و اساساً هدفش از ازدواج با این دختر یا با این زن اینه که به اروپا پایش باز بشه و در نیتش اینه که من این را به ازدواج میگیرم و بعد طلاق میدم. طبعا در بین فقهای اسلامی در این مسئله که آیا اساساً این نکاح واقع میشود یا نمیشود اختلافه. بعضی از فقها میگویند که اگر شخصی ازدواج به نیت طلاق میکنه، حالا اینه که یعنی که شرط میگذاره، یکی اینه که در نیت خود این را داره. حتی بعضی از اهل علم دیدگاهشان بر اینه که
اگر شخصی در نیتش طلاق باشه، یعنی نکاح به قصد طلاق میکنه، نکاح میکنه تا اینکه پایش برسه به اروپا، آمریکا، هر جای دیگر، بعد از آن به قصد اینه که طلاق بده این زن رو طلاق بده، از این دختر خلاص بشه، فقط هدفش رسیدن به اروپاست. بعضی از اهل علم دیدگاهشان اینه که این مانند متعه و صیغه است و نکاح باطل اساسا، و بعضی دیگر مسئله رو تفصیل میدن در این که شرط بگذارن یا این که فقط در نیتش پنهان باشه. حالا گرچه یعنی قول جمهور بر اینه که اگر فقط در نیتش پنهان باشه نکاحشان، یعنی با وجودی که کار حرامی مرتکب شده ولی نکاحشان درسته. صحیح است که کار حرامی مرتکب میشه، در هر حال چی شرط بگذاره چی در نیتش پنهان باشه که خلاص همین که پایش به اروپا رسید و بعد این زن را رها میکنه، این دختر را رها میکنه، قول همه علما بر اینه که این کار حرامه. چرا که در او غش وجود داره، در اون فریبکاری وجود داره و بازی کردن با احساسات دختر و پسر است. چی بسا دختران و پسرانی که زندگیشان تباه و برباد شده فقط به خاطر همین مسئله، یعنی احیانا در بینشان درگیری به وجود آمده و قتل و کشتار در بینشان به وجود آمده و احیانا دختر ضربه بسیار شدید خورده به این دلیل که هیچ دلیل دیگری وجود ندارد برای جدا شدن جز این که از ابتدا این مرد به نیت طلاق ازدواج کرده. و طبعا بازی کردن با احساسات یک دختره، بازی کردن با احساسات یک مرده. ازدواج را بازیچه قرار ندهید. ازدواج یکی از مسائل مهم در اسلام هست. قصد آرامش است. قصد اینه که در بین آرامش، محبت، علاقه وجود داشته باشه، نه ای که به بهانه رفتن به اروپا و نمیدانم رفتن به آمریکا و رفتن به این طرف و رفتن به این طرف با زندگی یک دختر بازی بشه یا با زندگی یک مرد بازی بشه. من خطابم خانواده هاست و بعد از آن خواهران و برادران جوان و مجرد یا کسانی که حالا طلاق گرفتن یا طلاق دادن، به هر حال یا ازدواج مجدد میکنن، به هر حال نصیحتم به عنوان برادرتان اینه که این افکار را از ذهنتان بیرون کنید. اگر دختری را به ازدواج میگیرید برای زندگی کردن به ازدواج بگیرید، نه برای این که شما پاسپورت اروپایی بگیر بیارید و در اونجا در اروپا مستقر بشید یا در آمریکا مستقر بشید یا در اینجا یا در اونجا. و این بازی گرفتن زندگی است، در واقع بازی گرفتن زندگی است و این بر اخلاق یک مرد مسلمان نمیزیبد و زیبنده نیست و به اخلاق یک دختر مسلمان و زن مسلمان زیبنده نیست که با این نیت ازدواج بکنه، به نیت رفتن به اروپا. نه از جمال این جوان خوشش میایه یا جمال این زن خوشش میایه، نه کدام حسب و نسبی وجود داره که به خاطر آن باشه و الی آخر هیچ کدام از دلایل نیست، نه یک تدینی وجود داره، هیچ کدام اینها نیست، فقط به خاطر به دست آوردن پاسپورت. من نصیحتم برای خانواده ها اینه که احتیاط کنید، زندگی های دخترانتان، زندگی های پسرانتان رو خراب نکنید به این بهانه های واهی. و همچنین توی برادر و خواهر مسلمانم محتاط باش و زندگی را به شوخی نگیر، به تمسخر نگیر. این زندگی است. حالا درسته من نمیگویم که یعنی میمیری و زنده میمانی با یک فردی که خوش داری یا خوشت میایه یا خوشت نمیایه زندگی بکن. بحث طلاق یک بحثی است که به هر حال در اسلام مطرحه، ولی در حالت ضرورت، در حالتی که همه راهها به سوی تو بسته میشه، هیچ راه دیگری وجود نداره. اما این که تو بیای از ابتدا در نیت تو این باشه که این دختر رو بگیری بعد طلاق بدی یا با این مرد ازدواج بکنی به بهانه‌ای که به اروپا برسی، پای تو به اروپا باز بشه، همین که پایت به اروپا و آمریکا باز شد این مرد رها کن برو یک کس دیگری رو بگیر. مگر شوخی است؟ به شوخی گرفتن زندگی است والله. و این همان تعبیری که قرآن کریم میثاق غلیظ میگه یا عهد و پیمان محکم میگه، متاسفانه این را امروز تعدادی از برادران و خواهران و خانواده ها به تمسخر گرفتن. الله متعال همه ما را هدایت بکنه و جزاکم الله خیرا از حسن توجهتان. در حفظ و پناه الله باشید. ولی به زودی انشاءالله من تلاش میکنم که مباحثی از این قبیل به صورت مفصل دربارش صحبت کنم. اسباب وقوع طلاق در بین جوانان و در بین زنان و مردان در اروپا
این مسئله بسیار مهمه و ان الله به طور مفصل درباره صحبت میکنیم و اسبابش رو مورد بررسی قرار میدیم ان الله. در حفظ و پناه الله باشید.